من به آرزو پیشنهاد دادم گفتم بیا یه مدتی با هم وارد رابطه بشیم. امروز اولین قرار دوتاییمونه که به عنوان کاپل اومدیم بیرون. جدی داری میگی؟ یعنی خیلی حول ناموسم. این کلا یه دختر رو طولش بده حق میده. خیلی حوله. میگم این رفیقم خیلی حوله. مثلا اونجا بهت شماره بدم. میگم به جونم مادرم یه حول دختره، میفهمی؟ اصلا ضعف دختر داره. تو همون همه خوشت نمیاد؟ حامد من شدم خانم. بله خانم ببرو بیرون. واقعا برات متاسفم. تو انتخاب رفیقت یه خورده بیشتره. ببرو بیرون. برات متاسفم. میگم چه برفی داره میاد. عرض سلام و ادب و احترام. آقا خیلی هوا سرده. منم سرما خوردم دیروز. آقا سلام، خیلی مخلصم. قراره با آقا حامد یه کار خیلی خفن بزنیم که فقط ببینید. ایستگاه آرزو رو می‌خوایم بگیریم. من به آرزو گفتم که بیا با هم باشیم و تازه با هم آشنا شدیم، یعنی تازه با هم داریم میریزیم رو هم دیگه کارامون بشه. ولی من یه کثافت‌کاری انجام میدم که نمیشه. چه قیلون کامو نمیدونی ما رو تا آخر نگاه کنیم. من سرما خوردم دیگه ولی به عشق شما دارم. چه برفی داره یه سالا. خیلی خفن. برسم ناش. ای آسمان. سلام. سلام خوردم. بیا منم سلام خوردم. خوبی؟ سلام. آرزو. آره. این برات خبر؟ فدای تو بشم. چقدر طول داد؟ والا به خدا سرما خوردم. دیشب در و پنجره خونه رو وا گذاشته بودم، صبح بلند شدم دارم یخ میزنم، فهمیدم سرما خوردم. الان مثلا حال نداشتم، با قرار داشتم گفتم بیام. زنگ می‌زدی با هم می‌رفتیم. دور سرت تو گردم بشه. چه خبر دیگه؟ عزیزم خوبی؟ سلامتی؟ شما خوبی؟ قربونت سلامت خوبی؟ آرزو خانم این برا. یه چیز هیجان انگیز میخوام بگم. من چای میخورم. منم چای میخورم. دو تا چای. چشم. یه آب مدنی هم بی‌زحمت. حتما. خب یه چی میخواستم بهت بگم شاید باورت نشه. با آرزو ما همکاریم. دو سه روز با هم داشتیم چت میکردیم. بعد چته یه جوری شد که من به آرزو پیشنهاد دادم گفتم بیا یه مدتی با هم وارد رابطه بشیم. آره. پیشنهاد دادی؟ گفتم بیا وارد رابطه بشیم و امروز اولین قرار دوتاییمونه که به عنوان کاپل اومدیم بیرون با هم. ایسکام نه کردی؟ واقعا جدی دارم. به خدا. جدی داری میگی؟ یا به خدا. آره؟ نه واقعا من چون سرما خوردم نمیتونم با انرژی واسه تعریف کنم واقعا اینطوری. نه بابا شوخی. یه جون سالار دارم. باور کن. آره شیرینی چیزی. شیرینی که انشالله دیگه اوکی بشیم. هنوز با هم دیگه به توافقی نرسیدیم که بتونیم کنار هم باشیم. دیگه همین بعد بگیم زنده یعنی داشت. واقعا به توافق نه رسیدیم، باید اخلاق هم دیگه رو خب بسنجونی. شاید تو از من خوشت نیاد. عاشقش میشه. بعد من که بذارم عاشقش شدم. ولی واقعا خوشحال شدم. واقعا بعد باورم نمیشه ولی بازم ولی گفتی جون تو دیگه باورم شد. عزیز من. چه خبر دیگه؟ آقا صبح رفتم واسه اون داستانه. آقا دست شما درد نکنه. دستم واسه اون داستانه رفتم، گفتی ساعت 3 ظهر فردا خودم زنگ میزنم آقا حامد. کارا رو باهاش اوکی میکنم. دستت هم درد نکنه. بعد از ظهرش یا شبش دیگه هماهنگ شید. همون تا پس فردا اوکی بشه. آقا مرسی من. دستم پس فردا اوکی بشه حل. اوکی. من یه دست با برم میاد. دست چی؟ ببخشید. همین بیرون سمت راست. ببخشید. چشم. آقا این دستشویی رفیقم دستم. چه خبر؟ تو خوبی؟ چیکارم کنی؟ جدی داری میگی؟ آره به خدا باور نمی‌کنی؟ بابا این رفیق تو دلی منه ولی خیلی حول ناموسم. این چه اوله؟ الان واقعا دوست شدید؟ خب آره دیگه. الان چند روز دوستی؟ الان گفتش که 3-4 روز با هم دیگه فکر کنم 3-4 روز دیگه بمونه باهات باشه. سالار. این کلا یه دختر رو طولش بده 7 روزه. خیلی حوله. داری من اصلا چی پشت سر رفیقم حرف نمیزنم ولی این یه دونه خیلی حوله. خوبه داری میگی رفیق یعنی چی؟ آقا میگم الان 2 تا رفیق دیگه اینجا نشسته بود نمیگفتم اونا رو که میگم این رفیقم خیلی حوله. ولی حالا یه چی بهت بگم. وای سالار خواهش می‌کنم اینجوری نگو من واقعا حامد رو بذار- دوستش دارم. یه چی بهت بگم. من آخرین سری که رفتیم سر فیلم برداری خواستم اونجا بهت شماره بدم ولی با رفیقت اومده بودی روم نشد. بعد رفیقت هم اسنپش نمیدونم اسنپ گرفت
پس بگو به خاطر خودت داری حامدو خراب میکنی. میگم به جون مادرم یه حول دختره، میفهمی؟ اصلا ضعف دختر داره. خب الان چه دلیلی داشتش تو الان اینا رو به من بگی؟ یعنی چه حولی؟ تو الان عمه خوشت نمیاد؟ نه. الان عمه خوشت نمیاد؟ چرا باید خوشم بیاد وقتی من الان با حامد اومدم؟ چی بگم؟ میگم من واقعا یه ماه می‌خواستم با دوست شم. سالار الان تو این یه ماه 3-4 بارم اومدم یه دقیقه 3-4 بار استوریاتو دیدم واقعا. خب خواستم ریپلی کنم، یه غرورم نذاشت. یعنی دوست داشتم مثلا خودت ریپلی کنی. ببین داره میاد جون مادر چیزی نگه. یالا بشین دورت دیگه عزیزم. قلیون میکشه بگم میاره؟ نه دیگه سرما خوردم، چطوری قلیون میکشم؟ آقا رفتیم من دستشویی گرفتم ببخشید قربونت مزاقاتش سری بیا یا دیر اومدی دیگه سرویس بهداشتی رفت خیلی زودی اومدم تو یه دقیقه نشد. جان؟ دیر اومدی چرا ناراحتی؟ چیزی نیست. کی میریم؟ میریم الان. چه اتفاقی افتاده؟ نه یه جور داری صحبت می‌کنی انگار نه چیزی نشده. به خاطر سرویس رفتن هم واقعا الان این پریشونی و ناراحتی تو به خاطر یه سرویس رفتن؟ نه کلا میگم کی میریم. دیره من باید برم خونه. آها سالار چیزی گفته؟ نه جون من چیزی گفته؟ چرا قسم میدی الان؟ یعنی چیزی گفته؟ نه چیزی نگفت. الان ببین یه چی بهت بگم، این رفیق خوب منه خب، ولی چون یکم سابقش خرابه، مثلا من با هر کی بخوام وارد رابطه بشم 2-3 بار این اتفاق افتاده، یه چیزایی میگه که ولی چون دوستش دارم بازم رفیقمه دیگه. مثلا سری قبلی به یکی برگشته و گفته بود که مثلا من با همه هستم و فلانم و بیسالم و به خاطر همین الان سری قبلی هم گفته بود این حرفو. سری قبلی هم فکر کنم یه 7-8 ماه پیش بود، با یه بنده خدایی می‌خواستم وارد رابطه بشم. یعنی الان گفته؟ یعنی این حرف تو؟ نه نگفته. الان داری تایید می‌کنی؟ نه نگفته. الان حرف تو این بود که سری قبلم گفته، یعنی آره گفت. چی گفت دقیقاً؟ گفت تو حولی، گفت تو فقط بعد وعیدی، کلا 3 روز بیشتر با طرف نمیمونی. سالار این حرفو زد؟ آره. بعد تو چی گفتی بهش؟ من بهش گفتم دهنشو ببنده. بهش گفتم ادامه نده حرفشو. بذار الان اومد بهش میگم. عشق میداد داداش فردا بهت زنگ میزنم. داداشم اینو کردم حامد چیزی نمیگی. آقا ببخش. حامد چه خبر؟ سلام خوبی؟ نکرد. قلیون گفتی بیاره؟ نه نمیکشم سرما خوردم. آبجی قلیون نمیکشی؟ نه. آبجی رو که خوب گفتی. الان من رفتم سرویس بهداشتی چی گفتی با آرزو؟ یعنی چی گفت؟ من رفتم سرویس بهداشتی آرزو. یه دقیقه اجازه بدین شما لطفاً. یه دقیقه لطفاً سکوت کنید، من دارم حرف میزنم الان. خب چی گفتم خودش؟ چی گفتم من بهش؟ برگشتی بهش چی گفتی؟ مثل اون سری بازم هزیون گفتی بهش؟ به جون تو دروغ میگی به جون من؟ چرا؟ من حرف زدم اصلا به تو راجبه؟ حالا نگفتی حامد حوله بیا با هم به دیگه باش. جون تو دروغ میگه داداش، من اسم تو زدم. میگم به جون تو دروغ میگه، باور نمیکنی؟ سالار چرا جونش رو قسم سر دختر داری به من میگی؟ سر دختر که این حرف زشتیه. سالار تو به من تو برنگشت. حرف من تو چه آدم خالی بندی هستی ناموسا. بیا دارن نگات میکنه صدا این تو بیار پایین. الان شما جون منو داری قسم میخوری که به آرزو چیزی نگفتی؟ داداش من چه حول دخترم به این چیزی بگم؟ تو راجع سه تا چیز راجع به دقیقه صحبت نکن نکن. حامد واقعا. تو نمیتونی رابطه ما رو خراب کنی. تو داری رابطه یه ما رو دقیقه گوش خراب کن. می‌کنی. تو سه تا سالار تو همین الان به من پیشنهاد یه دقیقه دادی. باشه. یکم میشه پیشنهاد آروم‌تر. مرگ تو دروغ میگه. میگم به مرگ تو دروغ خندم میگیره تو بخ یه چی بگم 2-3 تا سال راجع به تو ازم پرسید، گفتش مثلا حامد اینجوری چجوریه، من همه رو توضیح دادم. ناموسا نمیدونم اینقدر تو وای من برات واقعا کاش متاسفم تو یه همین الان سالار، یه برنگشتی دقیقه. گفتی کاش حامد اینا حوله. اینجا صدا رو ضبط میکرد. آره واقعا کاش بود. میشه یکم آروم صحبت کنین تا ننداختنمون بیرون؟ اوکی. داره جونتو قسم یه الکی دقیقه. میخوره. تو یه بار بچه‌ها. جونشو قسم بخور. تو برگشتی به حامد به جون تو یه لحظه خب آرزو مگه جان. نمیگه قسم بخور؟ به جون تو داره دروغ میگه. 4 روزه با هم دوست شد، جونش هم الکی قسم آره بخور. واقعا آقا ما واسه چند من ساله الان تو به آرزو پیشنهاد دادی یا نه؟
میگم به رفیقیم. جون تو نگفتم. بعد میگم به جون تو یه سوال نگفتم. چرا آخر جونشو میگم قسم علکی یه سوال میخوری آخر آخه؟ یه سوال آخر رو اینو جواب بدی. من جون حامد پشت سر من بد گفتی یا نه؟ میرم و ناموسم. میگم جون من گفتی یا 3 نه؟ بار جون تو قسم خوردم. یه بار میرم. یه قسم بخور. به جون تو نگفتم. برای چی دروغ میگی تو؟ به جون تو داره دروغ برای میگه چی سالار. جون من الکی داری به قسم قرآن می‌خوری؟ داره. سالار هیچ موقع من دروغ یعنی حرف منو باور هیچ موقع این نمی‌کنی قسم تو دروغ الان؟ داره نخورده. حامد به خدا داره میگم دروغ این شخص سالار به جون من برگشت الکی. گفت تو حوالی تو 3 روز بیشتر به دختر نمیمونی. تو گفتی من به من حامد حواله تو کلیپ با این. گفتم تو چقدر دروغ میگی میگم واقعا به مرگ من خوده. سالار تا حالا حرفشو قسم باور دروغ می‌کنی؟ سالار تا حالا قسم دروغ به من اصلا جون منو تا حالا اصلا به زبونش نیاورده بود. واقعا باشه، چیت برات متاسفم. بگم، تو یه چیت انتخاب رفیق بگم. خیلی اشتباه کردی حامد. واقعا برات بشین، حالا متاسفم. بشین. نه واسه چی باید بشینم الان؟ پویسر رفیق من خجالت حرف نزن نمی‌کشی؟ خب. پویسر تو رفیق من همین حرف الان به نزن. خاطر اینکه به ببین، من پیشنهاد دوستی بدی پیشنهاد حامد دوستی؟ آره گفتم نداد. میگم به قسم مرگ تو داداش من- من اسم تو زدم. من اسم یه تو بار- زدم. اسم خب تو زدم. ببین تو واقعا نمیتونی برات رابطه منو متاسفم. داداشامو واقعا خراب برات کنی که. متاسفم، ببین تو سالار. چقدر حول پسری که این کارا رو دهنتو میکنی. ببند. آقا دهنتو دوربینا ببند. اینجا صدا ضبط لطفا میکنه. بشین. ببینیم من من حرف شما رو اصلا قبول ندارم سالار جان. دوربیناتون صدا ضبط من میکنه. چرا باید راجع به سالا نه با شما ببخش شما ببخش. داداش من یه ساعت دارم میگم جون تو واقعا نمیکنی. ایشون داره مغلطه میکنه. شما چرا داری داد و بیداد میکنی؟ من حرف سالار واسه من سنده و قسم که خورد دیگه مطمئنم که حق با ایشونه و شما داری دروغ میگی. شما داری دروغ میگی. چرا الان حرف سالا رو چون باور سالار می‌کنی؟ چند سالی هست که دوست منه، یار منه، همیشه کنار یارته، بوده و هیچ رفیقته. موقع خانم واقعا محترم برات با من بحث من نکن. شدم خانم محترم. بله حامد من شدم خانم بله خانم محترم. ببرو بیرون. واقعا برات متاسفم. بفرما تو بیرون انتخاب بابا. رفیق یه خورده بیشتر دقت بفرما کن. بیرون. برات متاسفم. لیاقتت همیناست. بفرما. باش. آرزو بیا یه بابا دوربین مخفی داری میگیری. آرزو ببخش داشتم دوری مخفی ضبط می‌کردم. خیلی حوالی. من اولا داری یعنی الان چی؟ بشین بشین. ببخش تو. ببین ما یه دوربینمون اونجاست. اونه. خب یه دوربینمون هم لای نهرداست. خب داشتیم دوری مخفی ضبط می‌کردیم. ببخش. دروغ نگو. چقدر من جونت علکی من واقعا سرما خوردم. منو بغل نکن. ببخشید وای تو. حامد من کم مونده بود سالا رو بزنم. اصلا یه ما سناریویی ریختیم. منو باید بیشتر ببخشی به خاطر اینکه من چند روزی هم هست که دارم با چت میکنم. واسه این بود که یه دوری مخفی ضبط یعنی کنم. الان با احساسات من واسه نه احساسات نه من حرف خاصی راجبه علی حالا یه چی عشق بگم؟ عاشقی با شما نزده بودم. گفتم که بیا یه مدتی با هم بیشتر آشنا ببین بشیم. ببین اونجوری حرف زدی عاشقت شده بود رفتی دستشویی یه چیزایی پشت سر من چی گفتی تو؟ حالا خودم ویدیو رو نگاه میکنم ببینم چی گفتی. حوالی واقعا گو خیلی حوالی بازم داری دروغ میگی؟ خاطر یه دوری نه مخفی این دیگه دوربین مخفی نیستش. خاطر یه دوری مخفی منو تخریب کردی. ببین مگه دوربین مخفی نیست الان برو ببین چیا گفته. دروغ میگی. ببین بازم چیا ببخش. گفت بازم برو ببخش. بازم شرمنده تو رو خدا. اشکال نداره. الان مونده بود کیف میگو بزن صورت. نمیش کردم که جنبش اونقدر بالا بود. من خیلی کل کاورم گذاشتیم رو سرمون. آقا معذرت آقا میکنم جمعیت. ببخشید واقعا. تقریبا با همه ما اینجا هماهنگ بودیم و نمیگی واقعا شاید من عصبی باشم بزنمت واقعا. نمیگی این همه داری داد میزنی کسی نمیاد بگه خانم ساکت. والا رفیق منو بهش میگه حول رفیق من حوله. تو گفتی بودی تو کی گفت؟ مرسی آرزو مرسی. اجازه هست این ویدیو رو پخش کنیم دیگه. ناره. همه شما مرسی. مرسی بازم میگم جنبتون قدر بالا بود که ناراحت نشید. جنبم نه واقعا الان دوربین مخفیه اوکی ولی اون موقع خیلی عصبی شدم. دست به دوربینامون تکون بدیم. یه دونه هم به یکی دوربینمون تکون بدیم. آقا لایک سایپرایز زنگوله. بله همین که گفت. خیلی مخلصم. یادتون نره. خدا. آقا ما رفتیم.